در سخنرانی دیروزش در کنگره آمریکا نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هشدار داد که دولت ایران یک تهدید برای منطقه و جهان باقی میماند. نتانیاهو گفت احتمال دستیابی به سازش با جمهوری اسلامی این کشور را از تلاش‌ها برای دستیابی به سلاح هسته‌ای باز نمی‌دارد. نتانیاهو ایران را یک تهدید منطقه‌ای در خاورمیانه صفت داده گفته است که از این نظر بر عراق و لبنان و یمن و سوریه این کشور برتری دارد. اظهارات رهبر اسرائیل در حال صدا می‌دهد که مذاکرات چندین ساله میان مقامات ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 یعنی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه به نظر می رسد نتیجه مثبت به بار می آورد و نشانه های اینکه به زودی سازش با تهران به دست می آید از جانب همه طرف های داخل اعتراف می شود. حالا سخنرانی نخست وزیر اسرائیل را چگونه باید ارزیابی کرد و تا کجا موقع این کشور می تواند پیشرو سازش غرب را با ایران بگیرد؟ در این باره حالا صحبت داریم با رهبر رادیو فردا آرمان مصطفی که همراه ما در استودیو هستند. آقای مصطفی سلام، تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. همه بینندگان برنامه تلویزیون آزادی تشکر. شما سخنرانی های دیروز آقای نتانیاهو را چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینید، آقای نتانیاهو در سخنرانی دیروزش در کنگره در واقع حرف تازه‌ای نزد. بله. مجموعه‌ای بود از انتقادهایی که دولت اسرائیل و رهبران اسرائیل به خصوص شخص آقای بنیامین نتانیاهو همیشه نسبت به مذاکرات و توافق بین ایران و 5+1 داشتند. بله. همونها رو دوباره ایشون اونجا تکرار کرد. اهمیت این سخنرانی در 2 نکته بود. یکی این که برای اولین بار رئیس یک کشوری، رئیس یک دولتی بدون دعوت دولت ایالات متحده آمریکا رفت در کنگره سخنرانی کرد، به دعوت کنگره البته. و البته رئیس جمهور آمریکا از ملاقات با آقای نتانیاهو تفره رفت، خودداری کرد. اهمیت دومش این است که این همونطور که شما هم اشاره کردید، این سخنرانی در کنگره آمریکا در زمانی اتفاق افتاد که مذاکرات ایران و گروه 5+1 و عمدتاً با ایالات متحده آمریکا در جریان بود و هست و در سوئیس و به مراحل حساس و سرنوشت ساز نزدیک میشه. شما هم به این چیز اشاره کردید و ما دیدیم که واقعا هم واکنش جانب آمریکا، یعنی سطح بلند، سطح بالای جانب آمریکا خیلی احتیاطکارانه بود. آقای اوباما گفت که طور شما هم گفتید حرفی نوی از زبان آقای نتانیاهو صدا نداد. این صحبت ها را در گذشته هم میکردند رهبران اسرائیل و اوباما تاکید کرد که سخنرانی را نشنیده است اما متن پیشکی را خوانده بود. اما از سوی دیگر ما میدونیم که این چیز باعث واقعا هم اندیشه است، یعنی تا اندازه یک افسردگی را شاید در جریان تمام این مذاکره ها به میان میآورد. نظر شما چی است؟ همینطور است که شما گفتید. ببینید، 2 نوع اظهار نظر اینجا انجام شده. یکی اونایی که مخالف این سخنرانی بودند یادآوری کردند که آقای نتانیاهو از این فرصت برای تبلیغات انتخاباتی خودش استفاده کرده و در واقع کمپین انتخاباتی داخلی اسرائیل رو برده به کنگره آمریکا. خب این اظهار نظری است که معمولا مخالفان آقای نتانیاهو میکنند. اما واقعیت چیه؟ اکثریت جمهوریخواه کنگره آمریکا درباره توافق احتمالی ایران و 5+1 خیلی نظر احتیاط‌آمیز دارن و سخنرانی آقای نتانیاهو این احتیاط رو تشدید میکنه. 2 حالت ممکن اتفاق بیفته. 1، این سخنرانی هیچ تأثیری روی مذاکرات نگذاره و دولت اوباما با ایران به توافق برسه. در اون صورت این یه شکستی برای آقای نتانیاهو خواهد بود. حالت دوم اینه که این سخنرانی اکثریت کنگره آمریکا رو در مخالفت با آقای اوباما استوارتر بکنه و مانع ایجاد بکنه در راه این توافق. در اون صورت باز ایرانی ها خواهند توانست بگویند که ما صادقانه رفتیم جلو، آماده توافق هم بودیم، حالا نتانیاهو توافق رو به هم زد و نخواست. در اون صورت باید دید که اروپایی ها موضعشون چیه. و این در هر حال من گمان نمی کنم خیلی به ضرر ایرانی ها باشه.
اما از سوی دیگر طور در صحبت قبلی شما تاکید کردید این گفتمان ها یا این اظهارات آقای نتانیاهو حالت اوباما رو در بله برای پرزیدنت اوباما یه قدری مشکلات بیشتر ایجاد میکنه، هرچند که تا حالا هم آقای اوباما در مورد مسئله اتمی ایران مانند بسیاری مسائل دیگر با کنگره‌ای که اکثریتش در اختیار حزب جمهوری خواست مخالفت‌ها و مشکلات و گرفتاری داره. یعنی این نیست که این تازه ایجاد شده باشه. درست. این ممکنه یه قدری این مشکلات آقای اوباما در مورد این توافق و رابطش با کنگره رو زیادتر بکنه. و سوال آخر شاید سوال ریتوریکی هم باشد، اما میخوام که تاکید به این سوال شود چرا موقع اسرائیل مهم است در این تمام جریان ها در رابطه با ایران و نقش این کشور در منطقه؟ ببینید اینا رو باید از هم جدا کرد. این که نقش اسرائیل در منطقه مهمه، خب به دلیل جنگ هایی است که اعراب با اسرائیل داشتن و همیشه اساساً از شناختن موجودیت این کشور خودداری کردند. آنچه که به ایران مربوط میشه یه قدری پیچیده تره. ایران از اول با موجودیت اسرائیل مخالفتی نداشت و حتی یک نوع شناسایی دو فاکتو در اصطلاح حقوق بین الملل میگیم انجام شده بود و اسرائیل در تهران دفتر نمایندگی داشت و ایران و اسرائیل با هم همکاری هم داشتن تا موقع انقلاب اسلامی در ایران. حالا چرا حساسه؟ برای اینکه رهبران انقلاب اسلامی ایران از آیت الله خمینی گرفته تا آیت الله خامنه ای تا احمدی نژاد دیگران، اینها همیشه گپ از نابودی اسرائیل میزنن. حالا یه وقت میگن که یک بمب اتمی برای نابودی اسرائیل کافی است، یه وقت میگن اسرائیل رو باید از نقشه جهان پاک کنیم، یه وقت میگن یهودی‌ها باید برگردن برن هر جایی که بودن. و حتی 2-3 هفته پیش آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران باز گپ از نابودی اسرائیل زد. این است که اینجا ناگزیریم به اسرائیلی‌ها حق بدیم که نگران باشن. وقتی یک کشوری مرتب اونم یک کشور نیرومندی مانند ایران در منطقه از نابودی اسرائیل صحبت میکنه، بعدم خطر یا احتمال دستیابیش به سلاح هسته‌ای هم ممکنه وجود داشته باشه، خب طبیعی است که رهبران اسرائیل نگران بشن. تشکر با شما. مهمان امروزه ما آقای آرمان مصطفی رئیس رادیو فرداباد.